جدیدترین سرخکن فیلیپس با حسگر هوشمند که اسمارت سنس داره و بزرگترین مدلش هستی 8.3 لیتر این دستگاه. سبدم ریلی آسان بازشو و فضای بزرگی که داره. خب مرغ درسته انواع پخت‌وپز میتونید انجام بدید. سیستم رپید ایر، اون گردش بهتر هوا و این قسمت هم جدا میشه، یعنی کاملا قابل شستشوه. حالا یه خوبی که این دستگاه داره، یه منوی خیلی جذاب داره. اول داخلش هم نشون بدیم، یه نکته داره داخلش. اگه دقت کنید فن و المنت دستگاه ببینید برای فنش فیلتر گذاشته که دیگه کثیف نشه و المنت بالای این قسمته، یعنی شما دیگه دردسر تمیز کردن المنت مثل اون مدل‌های قبلی ندارید. اینم یک مزیت محصول حساب میشه. و یه منوی جذابی که داره ببینید به این صورت کار میشه، پلی میکنید. حالا سطح ها رو هم میتونید مشخص کنید مثل مدل 9880 شه که اون مدل 8 بود، حالا این مدل خود بزرگتر از اونه، جدیدتر اومده. این سنسور هم داره، دماسنجش که برای گوشت و اینا استفاده میشه. حالا اون اسمارت سنسور چجوری کار میکنه؟ برای مثال پلی میکنید، وقتی پلی کنید بر اساس در طول فرآیند پخت بر اساس دما و تایم و اون رطوبتی که داخل غذا هست خودش میاد تنظیم خودکار دما و تایم میکنه که حالا اینم میتونید برش گردونید. دوباره منوی جذابی که داره، 8 منوی پیش‌فرض رو داره اما خیلی بیشتر از کاراییش میتونید استفاده کنید. سیستم گرم نگه دارنده هم داره که میتونید در واقع استفاده کنید. این قسمتش تاچه و روی منوها هم به این شکل، منوش البته تاچ کار نمیکنه، به این شکل هست ولی این قسمت‌ها تاچ کار میکنه. خب این دستگاه همونطور که میبینید بدنش هم ضد خشه و یه نکته هم راجع به سیم جمع کنش اگر ببینید با مدل‌های قبلی خب پیشرفته تره دیگه. سیم جمع کنه خیلی با کیفیت داره دیگه. کسی که میخواد تاپ ترین مدل فیلیپس رو بگیره یا اصلا مدل‌های تک، تو مدل‌های تک بزرگترین و دیگه با کیفیت ترین و از همه لحاظ بهترینش رو بگیره، تقریبا این مدل‌های بزرگ فیلیپس میشن که دیگه دستگاه فوق‌العاده، قیمتش هم طبیعتاً بیشتر. حالا تو این صفحه تو سایت اون کامل توضیح داده شده و تو پیج اونم ویدیو ازش گذاشتیم. تمامی کالاها هم با گواهی اصالت کالا و ضمانت بی قید و شرط تک کالا میتونید تهیه